وقتی فردی می‌خواهد امری را تغییر دهد، معمولاً در پی آن است که یکی از این دو کار را انجام دهد: تغییر در نحوه احساس یا نحوه رفتار. مثلا یک فرد سیگاری برای تغییر در حالت فیزیکی و احساسیش به کشیدن سیگار روی می آورد و احساس می کند که این کار به او کمک می کند. در این حالت فرد در ذهن خود احساس می کند که با کشیدن سیگار حالش بهتر می شود و هر وقت که این حس به او دست می دهد به کمک این کار تصورات ذهنیش را تغییر می دهد تا بتواند به احساس آرامش بیشتری دست یابد. اگر ما بتوانیم نحوه کارکرد ذهن را درک کنیم، می توانیم عوامل مؤثر بر آن را بفهمیم و از آن برای تغییر ذهنیتمان استفاده کنیم. من به شما 2 عامل را معرفی می کنم که به کمک آن می توانید تصورات ذهنیتان را تغییر دهید. عامل اول تغییر خود تصورات است. مثلا اگر بدترین خاطرات را در ذهن خود داشته باشید، می توانید آنها را به بهترین خاطرات بدل کنید. عامل دوم این است که نحوه تصورات ذهنی خودتان را تغییر دهید. مثلا در بعضی افراد تصاویر متحرک بسیار نیرومند است. در بعضی دیگر آوای صدایشان وقتی در مورد موضوعی حرف میزنند به آنها انگیزه میدهد. این موارد کیفیات حسی فرعی نامیده می شود که باعث می شود در درون خودمان واکنش سریعی به محرک ها نشان بدهیم. در حقیقت کیفیات حسی فرعی کوچکترین و دقیقترین آجرهایی هستند که تجارب و خاطرات احساسی فرد را می سازند. مثلا آن بخش از خاطرات که به بینایی مربوط است در حقیقت از روشنی و تاریکی، سیاه و سفید یا رنگی، متحرک و یا ثابت تشکیل شده است. به همین ترتیب در مورد احساساتی که به شنوایی مربوط است باید بدانیم که صدا بلند است یا آهسته، نزدیک است یا دور، شدید است یا ضعیف. و همچنین در رابطه با خاطراتی که به حس لامسه مربوط است باید بدانیم که نرم است یا زبر، تیز است یا کند، خشک است یا منعطف. من فهرستی از کیفیات حسی فرعی را در زیر آوردم. کیفیات حسی بصری عبارتند از 1. تصاویر متحرک یا ساکن. 2. دورنما یا در کادر. 3. رنگی یا سیاه و سفید. 4. درجه روشنی. 5. اندازه تصویر. 6. میزان تحرک تصویر. 7. فاصله تصویر از شخص. 8. وضوح تصویر. 9. زاویه دید. 10. موقعیت. کیفیات حسی شنوایی عبارتند از 1. شدت. 2. بلندی. 3. ریتم. 4. سکوت‌ها. 5. آهنگ. 6. لطافت صدا. 7. صدای محیط اطراف. کیفیات حسی لامسه عبارتند از 1. دما. 2. بافت. 3. ارتعاش. 4. فشار. 5. حرکت. 6. مدت. 7. استحکام. 8. شدت. 9. وزن. 10. تراکم. نکته مهم دیگری که پیش از آموختن شیوه کنترل ذهنی باید بدانید شرایط مرتبط و غیر مرتبط است. شرایط مرتبط شرایطی است که گویی شخص در محل حضور دارد و تمام وقایع را با چشم خود می‌بیند، می‌شنود و لمس می‌کند. شرایط غیر مرتبط شرایطی است که گویا فرد وقایع را از بیرون از وجود خود می‌بیند. اگر بخواهیم تصویر غیر مرتبطی از خود ببینیم، مانند این است که مشغول تماشای فیلم خود باشیم. در ادامه به نحوه بکارگیری این اجزا در ایجاد